شب است و اینجا روایت شب. در این سکوت شیرین جایی در میان گذشته ها، قصه ای در دل ادبیات کهن داریم. قصه ای از آرزو، زندگی و درک زمان. بیایید در این شب دلنشین حکایتی از سعدی بشنویم. حکایت مردی که در آرزوی باغی. روزی مردی ثروتمند و بلندپرواز در کنار جمعی از دوستانش نشسته بود و از آرزویش سخن می گفت. او گفت اگر روزی باغی به نام خودم داشتم، درختانی از طلا و نقره در آن خواهم کاشت و هر صبح نسیم خوشبویی از میان آن درختان خواهد وزید. مرد به این فکر افتاد که باید با جدیت بیشتری به ساختن این باغ رویایی بپردازد. پس تمام مال خود را صرف خرید زمینی کرد. اما زمان گذشت و او به جای کاشتن درختان همچنان در خیال باغ رویاییش ماند. روزها به هفته‌ها و هفته‌ها به سالها تبدیل شد. اما زمین همچنان خالی بود. روزی دوست حکیمی به او گفت: ای دوست، تو باغی ساختی که تنها در خیالت زیباست. زمان را از دست مده که زمین به دانه نیاز دارد، نه به آرزو. سعدی در پایان این حکایت میگوید: فرصتهای زندگی همچون بهاری هستند که می آیند و می روند. اگر آنها را غنیمت نشماری، باغ آرزوهایت خالی خواهند ماند. این حکایت به ما یادآوری می کند که رویاهای بزرگ زیبا هستند، اما عمل و استفاده از زمان است که آنها را به حقیقت تبدیل می کند. شاید همین امشب وقتی در سکوت شبانه به آینده فکر می کنید، به این بیندیشید که چه دانه هایی باید بکارید تا باغتان خالی نماند. این بود روایت امشب. ممنون که با ما همراه بودید. شبتان پر از آرامش و رویاهای زیبا.